حالا 50 میلیون تومان برای کسی که یک سوره از اول بقره، از سوره فاتحه نه، سوره فاتحه هم درست نمیخونن، ولی برای اینکه برات میدونم که یه وقتی حالا میگن که آقا این درسته غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، از سوره اول بقره تا اول احقاف یکی از مراجع تقلید یک سوره از این قرآن رو بخونده باشه، یک سوره پیشکش، یک صفحه از این قرآن بدون اشتباه بخونه، من جایزه 50 میلیون تومان خواهم داد. بینندگان عزیز، الان 30-40 میلیون بیننده دارن این برنامه رو میبینن. یک 50 میلیون تومان برای کسی که بتونه یک مرجع تقلید رو پیدا کنه، از سوره بقره تا سوره احقاف یک صفحه رو بدون اشتباه بخونه، از رو هم نه از حفظ، اشکال نداره، اینم ارفاق. کدوم معلم دیدید اینقدر ارفاق بده به شاگردانش؟ یک صفحه نه یک سوره، یک صفحه مرجع تقلید از رو بخونه. میدونید مثل چیه؟ مثل شخصی که دکترای زبان انگلیسی داره یا